صحیح است. ما شما روز پیش راجع به تحلیل های خطی و غیر خطی گپ زدیم، استاتیک و دینامیکی و متد گفتیم که ما شما میخوانیم پوشاور انالیسیس است و پوشاور انالیسیس هم از جمله نان لاینیر استاتیک انالیسیس یا تحلیل استاتیکی غیر خطی فکر است. و شما روز پیش را گفتم که گراف چی میگه؟ هینج میگه. صحیح. خط گراف غیر خطی ساختمان می رقم است و یک ساختمان اگه در این قسمت بیا، یعنی به این معنی که یک قسمت اجزای از این در یالت پوینتش رسیده تخریب میشه، یعنی هیچ یک رسید دیگه جایش در یالت پوینت میرسه، هیچ یک رسید بالاخره نمی هر عضو استراکچر ما شما تحت یالت پوینت خود یا نقطه نهایی خود یا نقطه ویک پوینت خود قرار میگیره، بالاخره پس نقطه برگشت نداره. درست است؟ اونو که نقطه برگشت نداشت بفهم که چی است؟ غیر خطی است و این رقم پارابولیک است. متوجه هستین؟ و از لاینیر اگر دیده باشین این تو بود، نه خط مستقیم بود. خب اینجا ما شما انجینر صاحبا در اینجا خب صحیح شما تحلیل غیر خطی را خوب تصور هم میتونین. درست است؟ و این گراف گفتم میبینین، این گراف به نام هنج گراف یاد میکنه که قوت پلات شده در مقابل دیسپلیسمنت یا دیفورمیشن که نمی اینجا بیس شیر قوه ماست، دیفورمیشن هم شکل تغییر شکل ساختمان است از اثر البته لچرال به خصوص بارای زلزله. خب در اینجا ما شما ایرا ایدیا گرفتیم. صحیح است؟ در این نقطه باشیم انلود کاندیشن است، هیچ کنم لود نشده. اینجا که رسیدیم از این نقطه به بعد ان استراکچر های نان استراکچر الیمنت های ما شما در یالت پوینتش میرسه. درست است که بازی A B C D E است این رقم. صحیح است که B و C که است اکثر استراکچر های ما شما که در کابل هم هست زلزله میشه نمیفته تعمیر، مثلا کلاپس نمیشه، مگم شاید بین B و C باشه. B و C به این معنی که حتما اجزایش چی میکنه؟ کرک میکنه. و این هم از زلزله هم مثلا میشه که باشه، میشه که ورتیکال لود هم باشه. درست است؟ خب این دیگه ببینید این نقطه اینقدر کپ شده، در اینقدر اینی تو آسیب رسیده، اینجا تقریبا تعمیر کارش خراب شده، بالاخره کلاپس شده. و در ترکیه که زلزله شده بود نه اینی حالت بود، یعنی نقطه مثلا یالت پوینت از یا به این معنی که از نقطه بی سی رفته بود در سی ای رفته بود. درست است که این بسیار خطرناک است. خب ما شما یک نکته که دیگه است اینجا امی گپ است انجینر صاحبا، اینجا خود وظیفه اینمی پوشاور انالیسیس اینمی عنوان است، گفته پرفورمنس لیول اند رنج. هم کارایی استراکچر با ما شما چی میکنه؟ نشان میده. صحیح است؟ ببینید اینجا the building performance level function of the post event condition of structure and non-structure component of the structure. The performance level are as follows. یعنی همو لیول های ما شما به این قسمت هست. یکی A B C داشتیم، یعنی دیدین روز اول اگه یادتون باشه A B او شکل منظم نامگذاری کردیم A B C D E. صحیح شد؟ مگم باز بین B و C ما شما باید به چند قسمت دیگه تقسیم شدم. اینو میبینین این گراف اون روز گفتم که باز ما تشریح میکنیم آی او چی است، مثلا ال اس چی است، intermediate occupancy است، مثلا لایف سیفتی است، لایف سیفتی در اینجا این نقطه است. صحیح است؟ امکان نقطه باشه. و دیگه چی است؟ کلاپس پریونت است، بعد از اون دیگه باز کلاپس میشه. صحیح است؟ و سیفتی لیمیت هم در این قسمت داره و دمیج کنترل هم در این استیج قرار داره. درست است؟ این در این قسمت ما شما از این به بعد دیگه چیز کار کردن نمیتونیم. درست؟ اینجا برای شما گفتیم occupancy is the post earthquake damage state in which only very limited structure damage has occurred. یکم قسمت هایش مثلا structure element های ما شما چی میکنه؟ آسیب میرسه. صحیح است؟ In primary concrete frame there will be higher line cracking. اینجا کرک ها ایجاد میشه. درست است؟ damage control خود دیگه چی بود؟ یکی خیلی ای بود نه؟ دیگه چی بود؟ damage control ranges لیمیت سیفتی است. خود اینجا انجینر صاحبا کل از این میره تشریح کرده. خب شما میتونید که باز جلوگیری کنیم. درست است؟ لایف سیفتی اینیش است که ال اس که گفتیم نه، یکی آی او بود
او را که شما مخفف immediate نه immediate interness immediate occupancy و دیگه چی هست life safety performance که level 3 است درست است structural performance level 3 life safety is the post earthquake damage vehicular earthquake damage است the state in which significant damage into the structure occurred significant یعنی این دیگه اگر برسه واقعا بعض استراکچر های ما در حالت چی میگیره significant یعنی اجزای مهم ما شما چی میکنه آسیب میرسه خب یعنی به اصطلاح عام انجینر سادگی چیز اینجا کلاپس پریونشن level چند میگیره level 5 میگه structural performance collapse prevention is building is the verge of experience partial or total collapse اگر در حالت چی باشه کلاپس باشه خونه حالتی است که استراکچر ما یا قسمتش سقوط میکنه و یا کلش مثلا چی میشه از بین میره خب در اینجا ما شما ایرا تقریبا نمیره در این گراف چی شد همین گراف والا بود نه اینجا صحیح شد این گراف اونمو گراف است اینجا باز یک تشریح دیگه شده است که اونجا پوینت A چی است روز گفتم پوینت A correspond to unloaded condition در پوینت A بودیم یعنی که بار سر استراکچرش عمل نکرده مثل که اینمی حالا قرار داره این زلزله نشده و حالتش چی است اینی است پوینت B represent yielding of the element yielding است در حالت چیش میرسه یلدینگش نهاییش میرسه این که با دبای از یلدینگ ها فرق میکنه مثلا حالت یلد هر استراکچر فرق میکنه مثلا یک کم که چی شد شاید زود نان استراکچر ما شما چی میبینه آسیب میبینه به این معنی که این بسیار غیر استراکچر است یعنی اجزای ساده است به اصطلاح غیر نان استراکچر است امکان داره که زود در چی برسه نقطه یلدش برسه از این خاطر سکنین پوینت بی یلد است مگم بازی در کدام چی است بیشتر تشریح کردیم اینجا ما شما گفته the ordinate at C اینجا نه correspond to nominal strength and abstica C is corresponding to the deformation and which significant strength gradation است چه رقم begins در اینجا دیگه حالت gradation از چی میشه شروع در حالت کلافسش میره the drop سکو from CUD represent drop CUD represent چی است initial failure of the element and resistance tolerable load beyond point C is usually yes یا کمی تکساش گرد خورده خب unreliable خب امو در این نقطه که رسید دیگه حالت اصلا دیگه قابل کنترل هم نیست و بالاخره در نقطه دی که از دی و ای که رسید element sustained gravity load دیگه خلاص میشه متوجه سین اصلا از حالت پلاستیکی و لاستیکی میبره دیگه کلپسیبل است قابل جلوگیری نیست خب پیره ما شما بدون از اینکه تشریح هم کنیم ما یاد گرفتین صحیح مطلب از ایره یعنی باید ما شما در وقتی که کار میکنیم یکی دیگه انجینر صاحبا در اینجا گفته نشده در این نوتا استیپس است خب استیپس یک مود شیپ داشتین در داینامیک یادتون است در اینجا کس استیپس است خب استیپس مثلا اگه اینی اگه استراکچر باشه ایسو کش کنی یک استیپ ایسو کش کنی دیگه استیپ ایسو کش کنی دیگه استیپ ایسو کش کنی دیگه استیپ این استیپ های مختلف است ما شما اینجا چی را معلوم میکنیم کل استیپ ها را میبینید که در استیپ ما شما فیلیر نداشته باشیم درست است اینجا باز برنامه به ما میگه اگر بین A بود B بود C بود فهمیدی بر ما میگه اگر مثلا بین C و B بود باز میگه کدام نقطه است هایلایت میکنه خب اینجا ما شما استیپ اینمی قسمت های چیش هم میگه میرم در قسمت ایتابس حال انجینر صاحبا اینجا ما شما چی میکنیم دی تعریف میکنیم هنج امو از نگاه چیز ترجمه کنیم چی را میگه مفصل هم میگه صحیح سه کنیم ما شما اگر این یک گادر باشه فرض کنیم صحیح است این یک دیگه گادر باشه درست اتکای چی داشته باشه فکس سپورت داشته باشه کدام میگه که اینج یا حالت چیز اون مفصله یا مثلا اون قسمت گادر که واقعا تحت چی است فشار است یا از پایین میرسه سر از اینکه یک بار وزن کنیم حتما با ما شما میگه که کدام گادر در کدام قسمت زود در از پایین میرسه البته در بیم توجه سین اگر بار چی را البته ورتیکال نه بار چی را هورزونتال یا ورتیکال صحیح است اینجا یک اینی را باید بفهمیم صحیح دیگه در کالم هم این شکل
ما شما اگه شما چی کنین، اگه قوه سرازی ایجاد شود خب معلوم داره زیر رقم شیر میانه ای زیادتر الیال پوینت یا نقطه آخریش یا در شیر یا در بندینگ هرچی که فیلیر شد تو نموز مثلا امکان داره که این قسمت اتکا باشه صحیح مگم کودا میگه نه باید وقتی که اینجا تو در نظر میگیری فیکس در بین چیز در خود سپورت باید مفصل نگیری یا هنج در نظر نگیری اینجا کودا متفاوت است خب همین دور که معمول است امور برتان میگم اینمی از اتکا یک کم این طرف فاصله بگیر درست است اینمی فاصله بین یک 5% الی 10% چند فیصد طول اینمی طول چی طول وایه درست است اینمی را چی میگه این قسمت مفصل میگیریم صحیح یعنی به این معنی که ما نمیگیم کد میگه که باید دینی قسمت گادر باید ما شما یا پوینت زیر چی کنیم یا پوینتش مد نظر بگیریم صحیح یا دلتان 5% میگیریم و یا 10% مثلا اگه این گادر طولش مثلا چی باشه 6 متر باشه این طرف میایم مثلا 5% شد از اینجا این طرف چند میشه 95% درست است و این طرف هم 5% بکش کل وسط چند میمونه 90% صحیح 5% این طرف 5% هم این طرف صحیح شد دیگه این شکل ما شما چی داریم پایه داریم صحیح کالم هم داریم کالم هم باز هم کودا اجازه نمیده در خود جاینت ها میگن نه باید از قسمت جاینت یک کم فاصله بگیری چقدر فاصله بگیری را مونمو چیز 5 الی 10% باید چی پرتی هنج نظر به طول صحیح ما شما چی میپرتیم هنج میپرتیم درست است ما شما دقت مفصل اینجا میپرتیم اونجا میبینیم که آیا نقطه فیلیرش ایجاد آیا مثلا دیال پوینت رسیده یا نرسیده درست است دیگه موضوعی چی است که ما شما گفتم شما اینی ساختمان است این را پوش میکنین چی میکنیم این قوه چی است فرض مثال اف است صحیح پوش میکنین این تلا میکنین صحیح یک تارگت تعیین میکنین این می تارگت مثلا شما میشه که کودا مثلا میگه که نظر به بلدینگ است صحیح 30 سانتی 40 سانتی 50 سانتی مگم بهترین راه عزیز ما یک تجربه کنیم شما اون امور که در داینامیکی انالایز میکنین داینامیکی ساختمان پوش میکنه نه به شکل چه دیسپلیسمنت یا تغییر شکل جانبی ایجاد میشه اگر این شکل خطی هم باشه نه مگم اون موجه شما میکشین مثلا 25 سانتی درست است 25 سانتی فکر کنید درفت کنترل در استرنج است شما میارین اون 25 میارین نه تو کمی زیادتر 30 سانتی را میارین دیگه چی میکنین پوش میکنین یعنی لیمیت میکنین باز میبینین که آیا در یک پوینتش میرسن این بهترین کار است رئیس دیگه اگر او رقم کردین خوب اگر نکردین 20 30 سانتی دیگه کد میگه که باید گرفته شود خب یک گپ دیگه است انجینر صاحبا اینی کار که ما شما میکنیم اینی کار مثلا در پروژه ما شما به قضا تو امکان نداره خب این بسیار وقت میگیره یگانه ضعف از این پوشاور انالیسیس است که چی میگیره وقت گیر است شما اگر پروژه تون کار کنین شب کار کنین باید در انالایز بانین که پروسش چی شود تکمیل شود که شما اگر مثلا ناقص اوکی کنین شاید اینجا براتون نشان بده یک چند منبر فول کامپلیت که چی شود تحلیل تکمیل شود باز شما میتونین که چی کنین درست در کل منبرها مثلا یک 10 استپ شروع میکنین تا 100 استپ صحیح است این 100 استپ باید دانه دانه ببینین درست است خب پس این خاطر ما شما چی میکنیم یک نمونه میگیریم صحیح است که زود کار بده با ما صحیح است به اینجا ما شما میایم در قسمت یک کس سوال کرده بود که اینجا این چی است save user default setting یادمو برنامه چیزی که قبول کرده شما میشه که یک پروژه را جور کنین ست کنین هر دفعه رفتین اون استفاده کنین مثلا کیلوگرام و مثلا مارکا فکر کنم همیشه پروژه ما بازی یک جور کنین بازی از قسمت چی جور میشه سر آپشن میرین اینجا یک گزینه است به نام save user default setting مثلا یک پروژه را جور میکنین خب صحیح فکر میکنین دیگه پروژه ما اینه که پس صرف چی مدلش فرق میکنه فقط در اونجا برین مدل کنین صحیح است خب بیایم در قسمت چیز ما شما یک از این انتخاب میکنیم درست حالا اینجا گرید لاین ها را میگیریم مثلا دو گرید لاین روی معیار x دو گرید لاین روی معیار y مثلا 6 درست است 6 مثلا همین منزل هم صحیح است اینو چی میکنیم اوکی میکنیم
از این اگر زیاد کنیم باز هم وقت گیر است. خب صحیح است. شما این یک فرض کنیم که یک ذخیره است درست است. یک استراکچر فرضش کنیم، میایم در اینجا همون پروسه های استراکچر در اینجا ما زود تکمیل میکنم. فرض کنیم اینجا ما یک ازل بالا میرم، چرا اینجا کالا ما میگیرم. کالم قبلا داریم چی است؟ کانکریت کالم است، نه کانکریت بیم است. و شما همو از دیفالت از استفاده میکنیم. چی گفتیم؟ و ایرام این شکلی جمعیم. مقطعش مهم نیست که چند در چند است. اینجا میریم مثلا میره کلش انتخاب میکنیم، کنترل آر، میریم سر چی؟ رپلیکیت و دستوری 2 3 تا 4 صحیح شد؟ نشد. خب چی کنیم؟ رپلیکیت. خب این کار کردیم. میایم اینجا برش یک سلاب برش میپرتیم. همین سلاب کاس فرض کنیم که این منزل آخرش سلاب فرض کنیم که یک واتر تانک است. صحیح است. حال دستوری نمیگیریم. صحیح است. صحیح شد. خب به نمیقه بود دیگه. میایم در این یکم بار هم تعریف میکنیم. صحیح است. مثلا سپورتاش چی میسازیم؟ شما بهتر میفهمید. فکس میکنیم و اینجا میایم در قسمت زلزله رو باید عد بکنیم. درست است که جز کار ما شماست. اینجا میایم اساین میریم، سر شلود میریم یونیفورم. اینجا میایم چی رو میگیریم؟ لایف لود مثلا 5. درست است. اپلای میکنیم. دت لود هم مثلا 3. صحیح شده. یک بار است. فرض کنیم که اینجا کلیک کنیم، بالاخره این بارا است. صحیح است. 500 و 400. اینجا میایم دیفاین سر لود پترن میریم، یک ارتکویک هم میگیریم. صحیح شد. کوده برش مشخص میکنیم، یعنی 16. این 2 میبردیم، یه کیو ایکس میبردیم. صحیح است. چین سنتریسیتی هم نمیندازیم. این رو اد میکنیم. ایشون وای میندازیم. درست. مودیفای ای وای بود نه، ایکس رو از انتخاب میکشیم. اوکی میکنیم. این دیتا شما همون چیزی که هست. صحیح است. چرا که دینامیک انالایسیس نیست، این چیزا رول نداره. درست است. در داینامیک انالایسیس یا خطی که بود باز او قیمت ها خیلی رول داشته است. و دیگه این چیزی که هست. این رو هم یک کانکریت بگیریم. اوکی. استیل این هم اوکی. صحیح شد. خب این کار کردیم. میایم اینجا انجینر صاحبا برازی این یک بار انالایسیس میکنیم. چی میکنیم؟ انالایز the document engineer سایپ سایز. خب این هم اوکی میکنیم. خب پروسیجر این چیز هنج گراف یک کم چیز که یادم نره چطور استیپ با استیپ اونمو هم یک استیپ غلط شد باز. خب تا کنین استیپ های شما میگم باز شما ریکارد گوش کنین یادداشت کنین. صحیح است. اول فاینالایز کنیم دیزاین انالایز کلش. صحیح شد. دوم کاری که میکنین چه وقت بارا را چه اخیر ما از حالت لینیر به نان لینیر میریم. صحیح است. این همی دتلود که استراکچر هست این میره که شما به نان لینیر برین استراکچر ما به این بالا که از حالت خطی به حالت چی رفته؟ غیر خطی رفته. صحیح است. شما این هم انالیات میگیرین که چه رقم ما میتونیم از حالت خطی به حالت غیر خطی میبریم. صحیح است. مودیفای میریم کجا بریم؟ گفتیم حالت لود پترن میریم. صحیح شد. اینجا ما شما دت لود داریم. خب اول خب قابل تبدیل نیست نه. فاینالاز یعنی کلش خلاص شد. میایم سر کجا؟ لود پترن دت لود
مودیفای، نه لود کیس بریم، درست است، اشتباه کردیم. کجا مریم؟ لود کیس. صحیح شد. دیجا ما شما اونمو سکنم مدل خدا چیز لود خدا نشته است لینیر استاتیک انالیز، لینیر. صحیح است. شما اینجا کلیک میکنین، یک استپ اول از اینجا به نام چی تبدیل میکنین؟ نان لینیر. صحیح شد. اینجا که نان لینیر تبدیل کردین، اینجا شما میین یک چند چی است، اینجا تارگت برش میتین، درست است. گفتم همو تارگت برش نیتیم، کنترل اینجا ببخشین. صحیح است. دیسپلیسمنت کنترل همو پیشتر که گفتیم نه از این تابس میارین یا یکی خودتون تارگت تعیین میکنین، مثلا 30 سانتی فرض مثال. صحیح است. این چیز ما خو چیزی نیست، خب مدام 30 سانتی را شما برش حد میکنید. صحیح شد. از کجا؟ از قسمت لود اپلیکیشن اینجا دیسپلیسمنت کنترل. صحیح است. اول چی میکنین؟ حالتش استاتیک، لینیر، نان لینیر. بعد از اینجا ریزالت اینجا بریم در قسمت استپ برش میتین. صحیح است. استپ پیشتر گفتم نه، ایسو کشکو در استپش نشته است مولتیپل استپ. شما می چیزی که هست همین را قبول کنید، درست است. همین چیزا و این هم اوکی میکنید دیگه، شما تغییرات نبرین. صحیح است. این حالت نو کرک انالیسیس بگیرین، شارپ ترم میگه پاش ما شما کار کرده بودیم میره. صحیح است. این هم اوکی میکنید. استپ اولش اینمی بود انجینر. شما حالت چی کردین؟ از حالت لینیر آوردین تا حالت نان لینیر. تنها دید خود می دید لوده که تغییر بدین کل اتومات بارا مطابق با میشه خود چی را خود و شما خطی تبدیل کردن نمیتونید. سیزمیک لوده غیر خطی متوجه هستین؟ نه فقط دید لوده. فهمیدی؟ مسئولیش هست که نمی وزن نمی خود از اینکه از خود استراکچر دید لوده. اگر سوپر دید لود تعریف میکردیم مهم نبود، فقط دید لود. صحیح شد. خب ما شما میریم در اینجا برش لود کیس تعریف میکنیم. پوشاوان انالیسیس هم در X هم در چی؟ هم در Y. در استپ بعدی کجا میریم؟ در دیفاین میریم، سر چی میریم؟ لود کیس میریم. خب یک استپ که ادوات داره که کمی که مراحت نکنیم. اینجا مثلا شما بگیریم پی اش پوشاور انالیسیس in X direction. صحیح. این رقم که زدین این حالت چی میگیرین؟ نان لینیر میگیرین و اینجا مسورس که دادین مسورس هم میگیرین، چرا که این ارتباط مستقیم با مسورس هم داره. و اینجا شما ایش کار ندارین، این را پیشتر انجام دادیم. صحیح است. پیشتر هم میره چی کردیم؟ این هم تغییر میتین. اینجا مثلا چند بود؟ چند میگیریم؟ 300. صحیح شد. 300 اوکی میکنیم. در اینجا باید هم کارم میکنیم. general load assign do you want to close. خب اینجا باید این چیزا میگیریم، اکسلریشن میگیریم، درست است. دیگه ایرا دیگه کار نداره. می خیلی تغییر نخورد. نه شد. صحیح شد. فهمیدین؟ این را کنین پی ایکس میپرتین، یک تا دیگه هم در اینجا چی میکنین؟ پی وای میندازین. صحیح است. پی وای نه پی ای وای. صحیح است. پی ای وای. خب اینجا چی میکنین؟ اینش یاد ما شما نره که ایف مهم است. چی است اینجا؟ نان لینیر. اینجا مسورس اینجا اد میکنین، اینجا اکسلریشن، اینجا ای وای میگیرین، درست است. دیگه ایشان بیشتر که این کار تغییر میتین در استیپ ها را خود چون و اینجا مثلا کنترل هم چند میگیریم؟ 30. صحیح. خود برنامه چند گرفته؟ 48. صحیح است. یا هر قدر که کم باشه خوب است یا خوب است؟ نه کم باشه چی است؟ آفرین. که کم باشه شاید امکان داره که نه اگر کم 20 باشه خوب است یا 30 باشه خوب است؟ 20 که باشه یعنی به این معنی هر چقدر که شما دیسپلیسمنت زیاد بگیرین اون امکان داره که چی بره خطر، یعنی گراف ما شما A B C A شود B شود. متوجه هستین؟ چرا که شما خب این چیزا خدا میگه که باید گرفته شود. صحیح است. یا اونمو بهترین تجربه ما اونموست که شما چی کنین؟ اونمو دیسپلیسمنت که در درفت کنترل انداختین نمیره بگیرین خوب است. او بیخی خوب منطقی هم میاد. صحیح است. و یعنی به این معنی که در اون حالت پاس شود، در اینجا باید پاس شود. مثلا اونجا 25 برآمده، اینجا 30 بگی، چطور حتی میتونی که مطمئن هم شوی ها
استراکچر اگر از 20 به 23 25 به 30 هم رفت ما شما ویک پوینت نداریم مثلا. خب به هر صورت اینجا ما شما چی میکنیم میرم کی میکنیم. خب خب یک چیز دیگه یادم رفت اصل گپ هنج تعریف کنیم. در چیز نه هنج در منبرا تعریف کنیم. صحیح است. بیشتر اینی در پنت که گفتم نه از مفصل اتکا یک مفصل میپرتیم یا می نقطه یالتی را فرض میکنیم 10% 5%. صحیح است. شما میشه که در کد مطالعه کنیم این در اینجا است. خب میم اول بیمار را میگیریم انتخاب میکنیم. فکر میکنم که اینی بود نه نمی بود اینمی است خو کانکریت بیم چرا نگرفت اشتباه شد نه یا بیمار ما شما دیفالت است. خب والا بیما وقتی که اساین میکنیم مقطع ندادیم کالم دادیم. خب حالا مشکل نیست این حال استوری که گرفتیم درست. حالا میم اساین میکنیم درست. فریم چی کجا میریم بیم خال دیفالت استفاده کردیم. صحیح کانکریت بیم یا یک بیم مستطیلی شکل است. خب این شکل ما شما کانکریت کالم ما کانکریت کالم از خیلی کانکریت کالم درست است. در استیل هم میشه که اینج بتین مشکل نیست. خود هم در کانکریتی میشه تحلیل هم ده. خب این اون مستطیل شکل شد. صحیح سوال ما میریم انجینر صاحب درزی هنج میتیم. صحیح هنج میتیم فریم کدام میگیریم کانکریت بیم. صحیح شد. این دیگه از این نشده بیاد یا شده کلش انتخاب شده. صحیح. خب میایم سر اساین کجا میریم اینجا گزینه از به نام هنج درست است. چی است هنج اینجا خب پیشتر گفتیم زیاد گپانه گرافیک شما میبینید سعی کنین اونم گرافیک اینجا که رفتین شما اینجا یک هنج بر از چی میکنین تعریف میکنین. صحیح اینجا یوزر میگیرین. خب نظر به چی میتیم اینجا relative to clear length چند میتیم 0.5 وایش مهم نیست. شما اینجا میتین 0.5 نه 0.5 میتین 95 شوانه باشه که چند سانتی میشه نه طول نمیتیم اینجا ضریب میتیم برش. ببینید اینی حالت هم میگه دیدین کم اشتباه نکردیم. خب اینجا چی میگیریم 0.5 چند 5 درست است. ضرایبه اینجا اکساس اینی را متوجه باشیم که کالم هست ما شما چی داریم کانکریت بیم داریم. صحیح است کانکریت بیم دیگه کار نداریم. صحیح شد. این را مثلا میگیریم به محور چی x درست است به محور x یک و دیگه چند میتیم 95 همون تو میشه 5% از این طرف که پس طرف هم پس طرف 95% میشه دو طرف سه دو سمتشو میندازیم. صحیح شد. مطلب گرفتی یک طرف 5% پس اون طرف رفتیم 95 اگر 100% نبینیم. صحیح شد. کارزو را جمع کنیم این چی میکنیم اوکی میکنیم درست. اینجا آمده دیدیم یک اشتباه شده نه آمده یک طرف اد کردیم. چطور وای ماند آفرین ما شما باید دکس وای پرتیم. خب چیز داره دیگه مشکل نداره خیر جورش میکنیم. چطور سلکت میکنیم یکی از زیاد وقت دیر بود که کار شد همین تو کانکریت بیم خیر بود بخی دیالت شما یادم میگین انتخاب شده نه
نه نشده میشه کانکریت چی؟ کانکریت باید در اکس و وای پرتیم. صحیح شد. پس از سر کار میکنیم. صحیح شد. کجا چیز ساین مفهوم میشه که بگیرین دیشه پول آخره برابر میشه. صحیح. چند میشه؟ 0.5. صحیح شد. عد میکنیم. نه چند فیصد میشه؟ 0. نه بیشتر صحیح بود نبود. خب نه اما چی را از کجا آوردیم؟ ایکس وای اینجا 5 میشه. نه ایکس وای از کجا آوردیم؟ نه اینجا ما چی رو میگیره؟ خواهی خونیز نه کانکریت بیم. صحیح شد. یا اول اکس میگیریم. درست است. سکنند اکس. خب 0.5 با 0.95. صحیح شد. باز چند میکنیم؟ 95 اکس میگیریم. دیگهش صحیح نه. الکترال بیم مثلا باز 0.05 بعد این دفعه وای میگیریم. درست. بعد باز 0. چند 5 بعد میکنیم باز وای میگیریم. درست است. خدا کنه کامله آن صحیح شد. درست است. حالا ما شما اینو در نمو سکنیمی اونمو در 5% است. صحیح است. این کار چی میکنیم؟ در اکس و وای باز در چی میپرتیم؟ در پایه و اینجا باز میم سر چی؟ سلکت پراپرتیز. اینجا ما شما چی داریم؟ کانکریت کالم. این کانکریت بیم گرفتیم. کانکریت کالم سلکت. صحیح شد. میم قسمت انالایز هنج اینجا میگیم 0.05 بعد اینجا را متوجه باشین که کالم بگیرین. درست است. استیل هم نه کانکریت کالم داریم. اینی کانکریت کالم است. صحیح شد. اینجا ما شما چی میکنیم؟ گریویتی را نمیگیریم. اکس میگیریم. صحیح است. اکس مشکل دیگه نیست. خب دیگه 95 صحیح شد. بعد اینچ اینجا اشتباه کردیم. میشه اینجا را باید دیلیت اینچ. صحیح است. حالا میگیریم 0.05 درست. بعد این را میگیریم کالم. اینجا باید پی ام 2 ام 3 را بگیریم. درست است. مثل که ما شما قبلا این را انتخاب میکنیم. اکس انتخاب کنیم. این را میگیریم اکس. صحیح شد. بعد این اکس است. صحیح شد. نه اینجا برو فوقی از اکس هم قوای پانلو تا گرفتیم هم مومنت اکس هم مومنت وای گرفتیم. مادام این که یک لود کیس از دیگه ایره که میبینیم. صحیح. ایره پوش کردیم نه 30 سانتی قبلا اونو مانا را میده. خب بعد از این چی میکنیم؟ باز 0. فهمیدین این هدفش اینه قوای افقی است که 30 سانتی تارگت دادیم. صحیح شد. یا مامو پس ها ایره وای میگیریم. آفرین غلط نشه. یکم پروسه جنجالی داره. خب یک دو دفعه که کار کنیم خیلی آسان است. این را میگیریم وای. صحیح شد. اوکی میکنیم. اینجا این را چی میکنیم؟ اوکی میکنیم. ما دیدین هنجا را با چی انداختیم. خب اینجا که چیزی که دیگه هم هست که باید شما انتخاب کنین. select properties. اینجا کل بیم کالم انتخاب میکنیم. درست است. اووررایت هم برش میپرتن بعض وقت. صحیح است. اووررایت بیم کالم درست است. انتخابش میکنیم. میم اساین جوینت. اینجا اووررایت اینجاست. اینجا اووررایت. صحیح شد. شما اینجا که آمدین بین چیز اینجا کالم یک میتین. درست است. یک میتین اوکی میکنین. اووررایت هم که پردین خوب است. درست است. حالا میم دیجا انجینر صاحب ایره ما شما چی میکنیم؟
انالایز و دیزاین میکنیم. اونم که متوجه باشین که فیصدی غلط نشه. اینجا را صحیح 5% از این طرف 5% از این طرف صحیح شد. من یک جای میگیرم و چه خوب قدر چیز نیست. خب او راستی را یک کار کردیم باید ما شما از سر توتال لود میره باید انالایز نکنیم مشخص پی ایکس و پی وای باید رن کنیم. نفهمیدین پی ایکس پی وای که 300 دادیم اینا این کل از این رن شده این باز غلط است. شما اونجا میرین در رن لود کیس کوشش میکنین که چی کنین پی ایکس پی وای رن میکنین دیگهش دو نات رن میکنین. فهمیدین؟ آله کانسل میبینین نقطه از اینجا شکستگی داره. دیدین شکستگی رو میبینین این به این معنی اون سوار ما شما طور تعیین کنیم با پوینت خود برسه. صحیح شد. پس اینی حالت ما شما اوکی کلوز میکنیم. صحیح سازالات میکشیم. بیایم چی میکنیم گفتم در قسمت رن صحیح شد. رن نه اینجا ما شما رن لود کیس داریم. نه رن انالایز نبود یک چیز بود. در کجا بود؟ در لود کیس. ما شما اینجا میریم سر لود کیس. صحیح اینجا خونده میشه. اونم اینجا رن یک آپشن داره انجینر صاحب. خب رن تو لود کیس اینجا. صحیح. ببینین اینی دیتلود چی میکنیم از کجا اینی صحیح شد. دو نات رن ایرام دو نات رن. صحیح شد. ما شما اکس هم دو نات رن. صحیح وای هم دو نات رن. چی را ما شما کار میکنیم بعد اکس و وای پوش آور پوش کردیم. صحیح شد. و این را شما اوکی میکنیم. حالا این را اوکی میکنیم. درست. خب یک مدل دیگر هم که کار کردیم باز بیخیات میگیریم. یک کم مغلق ترش چی گفتیم حالا یکم آیدیا شد چی دو نشده ای ایرور داده نه نگفتیم. خب رن اینی دو نات رن است. اینجا آل گفتیم نه ما ایران ماندیم. خب این را میگیم خب اینجا میره میگیم رن. صحیح اینجا میره میگیم چی رن و این را میگیم رن نو. خب این اشتباه میشه. خب گفتم این که از یک کم دیر بود کار میشه مدار سخت نیست. خب این چی گفته رن بوده. خب باز گپ چی شد انالایز کشیدیم سیت نه انالایز همین do not run x y px pa py ऐसा ही था. شروع ران نمیکنم. یک دقیقه پس دوباره چی میکنم مدل ما مشکل داره. خب میریم این از انتخاب میکشیم. صحیح یک تمپلیت میگیریم. صحیح است چطور الله خیر استیپا رو غلط نکنیم نه استیپا رو غلط نکنیم. استیپ هم غلط کنیم اونم تو یک چیز میشه. خب ما اینی رو میگیریم. صحیح شد. مدل جور کردن مشکل در مدل نبود. خب مشکل در استیپ بوده. صحیح است.
آه بیاین همی کار کدام اینجا ما شما یک پی داریم پوش کردیم پوش انالایسیس ما رو میده یعنی پوش کردیم متوجه تارگت تعیین کردیم نه از طرف بالای زلزله خواهد میشه مگر ما شما اون لودا رو در نظر گرفته پوش کردیم میره 30 سانتی پوش که کردیم اون رو نشان میده پوش در نظر گرفتیم در رند که میگیم پوش بر انالایسیس 30 سانتی رو در نظر گرفتیم بین باز خیره ما شما چی میشه تکرار میشه اول چی میکنیم به قسمت لود کیس میریم خیره در قسمت لود کیس میریم و شما می دیتلود خود چی میسازیم حالت نان لاینیر میسازیم صحیح شد استیپ اول اوکیش میکنیم درست حالا که کار نداریم بعد از این میریم برای از چی میکنیم لود کیس میپرتیم صحیح است پوش انالایسیس کنیم اینجا میشه ای اکس میگیریم درست است ایرام چی میگیریم نان لاینیر میگیریم درست است ایرام ما سورس خود انتخاب میکنیم اوکی میکنیم ایرام ما شما اینجا باید لود کیس خود باید قبلا تعریف کنیم زلزله را نه نفهمیدیم زلزله را باید تعریف کنیم که گلوات خواب میایم در قسمت چی لود پترن میریم درست مثلا ای کیو اکس میگیریم درست است سیسمیک ایرا میگیریم اوکی مودیفای درست است بیجاش سایز و ایشان ما شما 0.9 رو میگیریم و دیگه میم چی میگیریم وای این شکل یا رو انتخاب میکنیم درست وای صحیح شد ایران میگیریم اوکی صحیح حالا میریم در قسمت لود کیس توجه باشین و شما میم سر چی اد میکنیم صحیح سکه زلزله رو در نظر میگیریم خب سکنه پی ای صحیح شد اکس اینجا که تو اد کردی درست است اینجا ما سورس نان لاینر که گرفتی قبلا ما شما ما سورس دادیم گفتم ما سورس اونمون کتله ساختمان است که ما شما قبلا غیر خطی ساختیم هم مورد در نظر میگیریم درست اینجا سعی کنیم ایرام در نظر اکس هم در نظر گرفتیم درست است و اکسلریشن ایرا میگیریم و ایرام ما شما ایرا خب بیشتر گفتم که تارگت برش میتیم صحیح 30 سانتی اوکی میکنیم و ایرام استیپ هایش تعیین میکنیم مولتیپل استیپ باشه صحیح اوکی کردیم باز اد میکنیم صحیح شد این دفعه پی ای وای میتیم صحیح شد و ایرا نان لاینیر نه غلط شد اینجا صحیح شد نان لاینیر اد و اکسلریشن ایرا چی میتیم اینجا پیشتر چطور در اینجا پی وای ما شما اکس نامد سکنین اینجا که اشتباه نشد اینجا آمد اکس آمده صحیح اینجا میم اینجا شما چی میکنیم فول لود اینجا چی میکنیم 30 سانتی درست است 300 میلی و یک چیزی که دیگه میشه یادم رفت وای اینجا باید ایکس باشه ای وای باشه صحیح و این رو ما شما جور میکنیم استیپ باشه درست است این هم مشکل نداره حالا سر هنج میریم درست است مثلا ما میم گادرهای خود که گادرهای ما چی انتخاب است کانکریت بیم 3 صحیح شد من سر سلکت این میشه اشتباه نکنیم در قسمت هنج تعریف کردن دیگه مشکل نیست این را کلیک میکنیم درست کل بیمار را انتخاب کنیم فکر میکنیم این طرفش انتخاب نشد این کل بیم انتخاب میکنیم بیم 1 بیم 2 بیم 4 کلش انتخاب میکنیم درست از سر اساین میریم سر فریم میریم سر هنج میریم خب انجینیر صاحب اینجا هر دو قسمت هم میتیم درست است یکی 0.5 میتیم یکی 95 میتیم درست است 0. چند 0.5 و اینجا میتیم 0.95 بیشتر ما شما کار نمیکنیم اینجا میم 3 را میگیریم و اینجا ما شما کانکریت بیم میگیریم درست است و اینجا ما شما چی را میگیریم پی ایکس میگیریم درست است دیگهش کار نداریم فعلا اوکی میکنیم اینجا دراپ لود افتر ای را نمیگیریم صحیح دیگه اکسپلوریت است چیزی را نمیگیریم این نقطه رو میگیریم و ایرام چرا اینجا
بیشتری ندادیم یا یک جور میتونیم اینجا کم تردید دارم. نه باید جدا بودی. صحیح صحیح است. باز هم گپ است. درست فلکسچرال اینو میشه که اشتباه نکنیم. x دو دفعه یکی 95 یکی هم 5. صحیح شد. اوکی میکنیم. نه دادیم سکن دو طرفه گرفته. صحیح است. y هم دادیم x هم دادیم. و حالا میایم در قسمت چی کالم ها را میبینیم و کالم کانکریت کالم است. صحیح است. خسته خونه خود دیگه تو جنجالا داره دیگه. کانکریت کالم. صحیح شد. یک چیز نو است نه یا نه کار کردیم قبلا. این بسیار مهم است که کم جنجال خود داره. خب میگیریم اول در x صفر اشاره اینجا بازش 5 سکنین 0.05 5% در x میندازیم. صحیح شد. اینجا کانکریت کالم اینجا ایره انتخاب میکنیم. درست است. اینجا هم مثلا پی نه همی صحیح است. پی x هم میگیریم. درست است. اینجا هم پی x هم میگیریم. درست. ایرم مشکل نیست. این خوش شد. صحیح شد. خب دیگه 0 چند 95 یا مکس است دیگه. صحیح است. یا مکس است. یکیش نه از یک طرف است دیگهش از دیگه طرف. صحیح شد. این دیرم باید چیز میکنیم انجینر صاحب 0.95 x اینیش هم میپرداختیم چی 95 x شم انداختیم. درست است. اینیش اوکی. حالا چی شم اندازیم y شم اندازیم. صحیح 0.5 بعد چی میگیریم میره y میگیریم. درست اوکی. حالا چی شم میکنیم همون 95 شم. شما باز که شب رفتین یک بار در این مورد چی کنین یک تحقیق کنین دیگه. صحیح است. باز اگر صبح دیگه مثال کار کنین باید تا آماده باشین. صحیح است. این فقط اوکی کو شد. ایرام اوکی میگه. درست است. آن شد. صحیح شد. خب در شکل خب معلوم میشه که شده. ها ببینیم سپورت ها را برای چی میکنم انتخاب میکنم. صحیح شد. ایرا میم از کلش انتخاب است. انتخابش میکنم. والی را ما شما رن لود کیس هم چیز میکنیم. ایرا گفتم دو نات. صحیح است. اینجا میگیم دو نات. اینجا میگیم مدل هم دو نات. صحیح شد. ایرام و ایرام. صحیح شد. ایکس و وای و شما چی میکنیم اوکی میکنیم. حالا میام چی رن انالایز یک انجینر نام چی است نسیم. صحیح شد. حالا بیایم ایرام اوکی میکنیم. ببینیم که حالا اینا میفهم من دیر بعد چی میکنم کم استیپ از این یاد چیز میره دیگه کنم چیز نداریم. این وقتی که رو رفت کار میکنیم صحیح است. اوجا باز به درزتان میخوره. اوجا زیاد کار بود. اوجا ویک پوینت استراکچر پیدا میکنیم. او رو مثال دادم یک پایه اینجا فیل کرده شما او رو چی میکنید تارگت قرار میدین. پولیش هم شما چی میکنید تحلیل کنین. اوجا نشان بده که اینی هم مثلا از ویک پوینتش بیرون است. تو نفر کلاینت میگه که اینمی هم این یک مشکل داره یا نظر برآور اونال تو باید تو را قناعت بدی که والا این یک مشکل است. چطور؟ خب گفتم این وقت میگیره. خب اینمی مشکل است. این اگه صحیح کار کرده باشه این مستش میکنه وقت میگیره. کامپیوتر دیگه کدام مشکل نداره. خب یک نمازار یا وقت است نه تو لازم ریکاردر هم جور کنم براتون. خب اینجا خیلی وارنینگ داده. خب انجینر صاحب خیره وارنینگاش مشکل حتما مشکل داره. سعی کنین اینجا
سفر که ما سیاه بکنم نماز ما نخواندیم ولی هیچ چطور میشه کجا بریم آپشن خیر باز دیگر روز ما شما میخوانیم سایز یک مثال دیگه هم کار میکنیم درست اما کجا بود سفر سیاه میکنیم آپشن گرافیک همین اینجا میمون سایز بک‌گراند ببینید اینجا نشان نداده حتما نشان داده خب اینجا دیدین رنگاشو ببینین رنگا رو با ما نشان میده نه رنگ چی است سبز است و اینجا میایم انجینر صاحب از اینجا استپ پیش میریم خب یه دیگه استپ است حالا مهم است که چرا اینجا رو با ما نشان ببینید اینجا هنج A B C بود نه و شما همو چیزی که در لکچر خوانده بودیم یک مشکل در اینجا است که حالا در اینجا چرا نشان نمیده نه در اینجا که باشه تو یک هایلایت میده انجینر صاحب خب بی نیست بی خب باید باشه اینجا یک رقم رنگ منبر رو نبینین خب اینجا یک نقطه رو برای چی میکنه خب بریم دیگه استپ نه استپ زیاد است تقریبا 100 دانه استپ است انجینر صاحب متوجه هستین خب خیر انجینر صاحب حالا یک طور بیسیک یاد گرفتیم خب صبح انشاءالله که اینجا ما شما چی داریم انج گراف هم داریم استاتیک پوش کرو هم داریم صحیح است از اینجا میشه که هر منبر رو ببینین همون انج کروش ببینین درست است از این قسمت حالت چیز پلاستیکیتش عین شکل ما شما میند این قسمت سر انج کرو خود این کرو است از اینکه گفتم کدام مشکل وارنینگ زیاد داده در مدل است خب مطلب این که تقریبا یک چیز شما چی کردین یاد گرفتین درست است پس این را باز ما شما چی میکنیم اینجا سه کنین وقتی که شما کار میکنین اینجا رنگ آبی داده خود منبر سبز نشان نمیده یک بولت و یک چیز نشان میده یک نقطه واره که مثلا در A B C است درست است اینجا به ما نشان میده و کدام مشکل دی شده از این قسمت شما میتونین که چی کنین انجینر صاحبا اما استپاش تغییر بدین درست است یعنی در هر استپ چه کنین مثلا در هر استپ برای شما منبرار یعنی به این کالم در هر استپ براتون نشان میده که آیا از چیز برآمده یا نه اینجا ما فکرم نشد چی کنم اینجا است نشان میده اینجا نشان داده دیدین اینجا یک رنگ سبز دیدین نه دبیم دیدین حالا میشه اینجا سکه دیدین در گرید چی هستی در کدام استپ است در کدام استپ است بی است نه توجه هستین اینه که روتیت کنیم این طرف نیست منبرایی که نبا این طرف هم نیست معلوم نمیشه نه اینجا نه نیست خب حالا چیز که نیست اما بازم یک ریویو میکنیم صحیح است انشاءالله که امید از اینکه حداقل همون تئوریایی که کار کردیم حالا دیدین اینجا A B C است باز کلیک میکنیم در قسمت دیسپلی اتونیم آی او رو اف اس و گپا هم برای شما چی میکنه این قسمت ها نشان میده مثلا در دیسپلی میریم این چی است اینج کرو و گپا در بیم است مثلا ما شما در سر پوینت لود داریم در کالم داریم فکر کنم در سر چی بود پی ایکس بود پی وای است مثلا به این شکل درست است این هم نقطه‌ای که ما شما برش داده بودیم نه ای آی و اف اس و این میشه برای ما شما چی میکنه گفتم دیسپلیسمنت در مقابل چی در مقابل بیس شیر به ما شما نشان میده درست خب به هر صورت از اینکه وقت کم است بازم یک ریویو میکنیم